صبح شده است. یک روز نو آغاز می شود. پسرک کوچک از خواب بیدار می شود و لبخند می زند. مادر با آرامش داخل اتاق می شود و با مهربانی به پسرش نگاه می کند. مادر به پسرش کمک می کند لباس بپوشد و می گوید بسم الله. پسرک لبخند می زند و یاد می گیرد هر کار را با بسم الله آغاز کند. وقت صبحانه است. مادر کنار پسرش می ایستد و صبر می کند. پسرک پیش از خوردن غذا بسم الله می گوید و مادر خوشحال می شود. پسرک بازی می کند. اسباب بازی ها می افتند، اما او دوباره کوشش می کند. او با آرامی بسم الله می گوید و دوباره آغاز می کند. شب شده است. مادر پسرش را در بستر می خواباند. پسرک با بسم الله به خواب می رود و دل کوچک او آرام است.